چهاربینی بخشیده به روزی پرزیدنت در بینای ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجانی در ولایت سوخت با اشتراک کارمندان ریاست، نمایندگان شهر و ناحیه‌های این مقامات برگزار گردیده. نزد حاضرین نماینده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت و استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف برآمد کرده اوید به سهم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در برقرار کنی صلح و ثبات کشور، پایداری دولت و ملت، بلند برداشتن آبروی نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی، نقشه های بزرگی با اقدام سرور دولت به میان آمده، دستگیری یافته و عمل شده و ادامه داشته که مملکت را به آینده درخشان راهنمایی دارد ایستاده گذاشتند. به اشتراکداران این چاره‌بینی که اساساً جوانان آینده سازان جامعه متمدن بودند، از سیاست بنیادکارانه، سازنده، انسان پرورانه و دراندیشانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که طی 34 سال این جانب به خاطر آبادی و آسودگی دولت و ملت ادامه دارد یادرس گردیده تاکید گردید که محض به جوانان میهن پرست سرور دولت آینده خلق وطن را باوری دارند و تکیه به چنین قوه پر اقتدار روشن فکر بنیادکار و صاحب اراده و وطن دوست پیشبرد اقتصادی اجتماعی دولت باز هم وسعت تازه خواهد گرفت. همچنین ذکر گردید که مکتب بزرگ دولتداری و دولت سازی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امکانیت وسیع برای رشد تمام ساحه‌های خارجی خلق مملکت و تشکل و تحکیم مناسبت‌های سیاسی و دیپلماتی و اقتصادی و فرهنگی را با کشورهای جهان داده، ملت تاجیک و سرزمین تاجیکان را با افتخار و تشبث‌های بین المللی معرفی نمود. خدمت‌های تاریخی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بهر ملت و دولت تاجیک نهایت زیادند و هر کدام آنها از روی اهمیتناکشان در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مملکت در یک سطح قرار دارند. تاکید گردید که مردم شریف تاجیکستان و به خصوص نسل نورس و جوانان را ضرور است که به قدر صلح و ثبات و وحدت ملی رسند، به کارنامه‌های فرزندان فرزانه ملت ارزش‌گذاری نمایند و چنین دولت و آزاد و آباد را چون گوهرک چشم حفظ نمایند. در خاتمه چهاره‌بینی چند نفر پیشقدمان به افتخار انسانه سعید و تاریخی با سپاسنامه و تحفه‌های ارزشناک قدرشناسی کرده شدند. مقصد گذراندن چهاره‌بینی امروزه برای بلند برداشتن معرفت حقوقی و یادرس نمودن خدمت‌های شبانه روزی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به هیئت شخصی می باشد، چون که جوانان ما امروز باید به قدر صلح و ثبات، وحدت ملی و استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رسیده باشند.